سلام بچه عزیز. امروز یه لپتاپ سونی وایو مدل PCG 7171 ال داریم. مینوریش هم MBX 204 ال هستش. این دستگاه تو حالت خاموش یک صدمه جریان رو داریم. وقتی سویچ رو پاور میکنیم، وقتی سویچ رو پاور کردیم نگاه کنیم به 85 جریانشمون میرسه و خود ولتاژ خود ولتاژ پنج ولت اولوید داریم، 3 رو داریم. اینجا هم 1.5 ویکو رو داریم. همه ولتاژ ها اینجا موجوده و خود سی پی یو هم داغ میکنه. فن هم شروع به کار میکنه، اما کیبورد روشن نمیشه. وایس رو پروگرام کردم ولی هنوز نتیجه نداده. این سر وقت اینجا میبینی که شروع به فن میکنه، اما همچنان تصویر نداریم. برای من شماتیکش رو در بیارم و ببینم میتونم تعمیر کنم. اگه تعمیر شد که تو پارت 2 اینو براتون میذارم.